بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما بندگان خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خدا هست. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. بیا یک لحظه با ما باش، مدوا کردنش با ما. حضرت جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث دربار بیان میکند که قبر باغ از باغ جنت یا کنده از کنده های دوزخ است و مسئله دارم با حضور این مؤمنین و با اهل دوستان و علما و فضلا و بزرگانی که از راه های دور و نزدیک آمدند به خاندان مصیبت زده عرض تسلیت و همان وعده که حضرت جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم وعده فرمودند که هر نفری که اگر 40 نفر نماز جنازه او را بخواند براش جنت واجب می شود. پروردگار برای برادر همان وعده حضرت جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نصیب و روزی می‌گرداند. الله پاک در آیه مبارکه بیان می‌کند اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر کجا که باشید، چه در خانه‌های سنگین باشید، چه در برج آسمان باشید، چه در کشتی‌های زیر آبی باشید، وقتی که شربت مرگ، لحظه مرگ که فرا رسید، دیگر کسی او را پیش یا دیر یا نزدیک کردش نمیتواند. اکای قربانانی شخصیتی بود که در خدمت همین ملت بود. شخصیتی بود که بسیار یک خاکسار بود، یک شخصیتی بود که بسیار نرمدل بود و لحظه آخر براش این نعمت بزرگ را الله پاک نصیب گردانید که هر مؤمنی که اگر به کسلی وبا اگر از دنیا بگذرد او براش حکم شهادت هست. و دیگر اینکه پروردگار حضرت جناب رسول الله فرموده است که اگر هر طور باشد و از دنیا گذرد او همچون بند روحی است. درست کردن آن جوانمردی که اگر دعوی باشد اگر کشیده باشه انشاءالله که وارثان در اینجا حاضرن با عهده میگیرن. و دیگر اینکه خواهش شده است که فرزندی در راه بودن انشاءالله که یک حدیث حضرت جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بیان میکنیم انشاءالله که شاید که فرصت هم فرا رسد. زمانی بود که حضرت موسی علیه السلام هم برای این مرگی که ما و شما امروز از آن بسیار هراسان هستیم، این مرگی که برای او اینقدر انسان بسیار بسیار براش وحشت و دهشت برا میگیرد، زمان حضرت موسی علیه السلام بود. وقتی که زمان حضرت موسی بود، حضرت موسی بر بارگاه الهی مناجات کرد
که پروردگارا این چه حکمت هست که این انسانی که اینقدر مکرم و معظم هست، این انسانی که اینقدر مرتبه او را بلند برداشتی، این انسانی که الله پاک بیان میکند که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را من در بهترین صورت خلق کردم. باز چه حکمت هست که او را میبریم زیر خاک، زیر تربت، بین در بالای خاک او را به خاک میسپاریم. الله پاک به حضرت موسی علیه السلام چنین دستور داد، گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب، نر و مادر نقش کردی جان فزا، آنگه ویران کنی آن را چرا. وقتی که موسی علیه السلام در خلقت انسان اینقدر مرتبه بزرگ دارد و باز او را زیر خاک میکند، حضرت موسی وقتی که مناجات کرد، الله پاک براش گفت اکنون برو گندم بپاش. وقتی که گندم به وایه رسید، برای موسی علیه السلام فرمان شد که گندم را بدرو. وقتی که حضرت موسی علیه السلام گندم را درو کرد، گفت اکنون به خرمن برو او را بکوب. گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کرده باز چون کرده خراب، نر و مادر نقش کرده جان فزا، آنگه ویران کنی آن را چرا. وقتی که گندم را به خرمن برد، براش گفت که اینجا دانه هست و کاه است، دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. به خاطر به یک امثالی گندم الله پاک به حضرت موسی بشارت داد که یعنی که انتهای حیات انسان این مرگ نیست، بلکه رسیدن از یک مرحله زندگی به مرحله زندگی دیگر هست. و برای موسی چنین بشارت داد که اکنون ببین که انسان هم از دو عنصر عبارت دارد، یکی روح دیگر جسم. انا همین مرگ است که انسان را مثل گندمی که در خرمن میکوبیم، کاه را از گندم جدا میکنیم که گندم چقدر ارزشمند میشود و کاه خوراک چاروا میشود، و مثل این هست که انسان هم به سبب کشیدن شربت مرگ انا همین از دو عنصر باید جدا شود و روح او به بارگاه الهی و جسد او در زیر خاک باقی میماند. به خاطر این مرگ برای ما و شما انتهای زندگی نیست، بلکه مرحله زندگی خود را تغییر دادن هست. بلکه این مرگ نمی شود که این را مصیبت گفت، حکای قربان علی را نمی شود مصیبت گفت، بلکه این را می شود که وصال گفت، دیدار. Apeş kafa